Hallo liebe Freunde, ich heiße Benjamin, ich bin 40 Jahre alt, Familienvater, bin seit Montag wieder zurück aus Deutschland wegen aktueller Situation. Mich brauchen, deswegen bin ich wieder zurückgekehrt. گفتم که سلام دوستان، من بنیامینم، 40 سالمه، پدر یه خانواده‌ام. به خاطر اینکه فکر کردم مملکتم دوباره منو میخواد، به خاطر همین من دوباره از دوشنبه برگشتم. اهل مساکن آلمانیم. من 15 سال اونجا. شما خودت خانم بچه‌هات الان اونورن؟ من بچه‌هام اونورن. بله. چند تا بچه داری؟ 2 تا. خداحافظی کردم ازش. خانومم بچه‌هام اونجا نه. به خانومم میگم قرآنو بیار از زیر قرآن رد اونجا، میگه برو خدا پشت و پناهه. چند تا بچه داری؟ 2 تا. 2 تا. بله. چند ساله؟ 8 ساله، 5 ساله. باباشون نباشه چی؟ خدای باباشونم. از آلمان با بلیط هواپیما گرفتیم تا وان نزدیکترین فرودگاه بود به مرز رازی. بعد من از فرودگاه وان با تاکسی اومدیم تا مرز، اومدم این ور مرز، این ور مرزم تاکسی سوار شدیم تا خود همین میدون آزادی اومد. 27 ساعت تو راه بود. 550 یورو بلیط گرفتیم، 150 دلار یعنی 150 یورو از همون تاکسیه گرفت تا لب مرز. دوباره باز از لب مرزم تا اینجا ما این ور اون ور 30 تومن اما گرفت تا تهران. 30 میلیون؟ بله. میارزی؟ چرا نیارزه؟ اوضاع مالیمون هم زیاد اونجوری گل و بلبل نیستش که بگیم به قول یارو گفتن چیزه. کارگریه دیگه، با کارگری در میاریم. با کامیون کار میکنیم که به قول یارو گفتن همینجوری مرخصی گرفتیم، مرخصی بدون پول گرفتیم. یعنی فقط برای همین داستان شما برگشتید؟ آقا چیز دیگه ای نداشتیم که ما اینجا. دیگه همین داستان میشه ناموست دیگه، به خاطر ناموسمون اومدیم. آدمی که با شرف باشه نمیتونه بشینه نگاه بکنه به مملکتش تجاوز بشه. هیچ وقت فکر نکردم که دوست دارم توی اون کشور بمونم یا بخواد اونجا جایی باشی که بخوام بمیرم. من دوست دارم خونم روی این خاک ریخته شه.